بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة و السلام علی رسول الله. بینندگان گرامی، صحبت امروزه ما درباره صحابه گرامی قدر ابو سفیان ابن حارث است. این صحابه گرامی با پیامبر گرامی اسلام رابطه خویشاوندی دارد، فرزند عمک پیامبر است و این چنین در گذشته با پیامبر رحمت دوستی داشتند و از یک مادر شیر خورده اند. برادر رضاعیش هست از حلیمه سعدیه و با پیامبر رحمت صلی الله علیه و سلم خیلی مانندی داشتند. می بایست که این صحابه با پیامبر در روزهای اول ایمان بیاورد و در پهلوی پیامبر گرامی اسلام قرار بگیرد. هم به پیامبر رحمت برادر رضاعی بود و هم خویش و تباری داشت، اما متاسفانه چنین نشد، بلکه 20 سال عمر خود را در مبارزه بر ضد مسلمان ها و بر ضد پیامبر گرامی اسلام گذرانید و در تمام غزوه ها، جنگ هایی که بین مسلمان ها، بین سرور عالم و بین مشرکان مکه می شد اشتراک میکرد و از طرف دشمن و پیامبر گرامی اسلام دشمنی میورزید. می شود که در اینجا یک نقطه ای را برای خود آموخت که دعا کنیم نزد خداوند که نشود که روز ما قرار بگیریم در پهلوی کسانی که پیامبر رحمت را و مسلمانان را آزار میدهند و این یک نعمت بزرگ است که خداوند ما را مسلمان آفریده است و در پیروی از پیامبر گرامی اسلام مشرف کرده است و خیلی سخت است که یک انسان قرار بگیرد در طرفی که آزار پیامبر و آزار مسلمان ها اونجا قرار دارد و ببینیم که 20 سال عمر خود را در مبارزه با برادر رضاعی خود و فرزند عمکی خود سپری میکند و در جانب ظالمین و جانب مشرکان قرار میگیرد که اینقدر مسلمان ها را رنج دادند، عذاب دادند، به آنها جنگیدند. پیش از آن که مسلمان ها مکه مکرمه را فتح کنند، ابو سفیان نزد فرزند و عائله خود می آید، نزد خاندان خود و می گوید که ما از اینجا باید جای دیگر سفر کنیم، زیرا چند روز بعد مسلمان ها اینجا را فتح میکنند و معلوم است که به ما چی میکنند. و در اینجا ببینیم که همسر او و فرزندان او یک سخن زیبا میگویند که سبب مسلمان گشتن ابو سفیان ابن حارث میگردد. میگویند که 20 سال است که بر ضد این پیامبر رحمت، پیامبر گرامی اسلام می جنگی. آیا فرا نرسیده است وقتی که به او ایمان بیاوری و در پهلوی رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار بگیری؟ این سخن او را دلش را کشاده می کند، قلبش کشاده می شود و می آید نزد پیامبر گرامی اسلام که به او ایمان بیاورد و رخساره خود را می پوشاند تا اینکه دیگر صحابه ها او را نشناسند و آزار دهند و خود را به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم می رساند و چهره خود را باز می کند و پیامبر او را می شناسد و وقتی که او را می شناسد رخساره خود را می گرداند و به او نظر نمی کند. می گوید هرچند کوشش کردم که از هر طرف رفتم که پیامبر به رخساره من نظر کند و اسلام من را قبول کند، اما پیامبر گرامی اسلام رنجیده بودند در این 20 سال مبارزه که اون با پیامبر گرامی کرده بود و می گوید که من خواستم که حضرت ابوبکر به من کمک کند، به طرف حضرت ابوبکر گشتم که اون هم برای من رخساره خود را گردانید و مرا بر یک نگاه سختی کرد و اینچنین به طرف حضرت عمر گشتم. حضرت عمر از حضرت ابوبکر دیده سختتر به من رنجش کرده بود، زیرا از نفری که پیامبر رو میگرداند تمام صحابه هم روی میگردانید. و میگرد رفتم نزد عمک خود حضرت عباس و گفتم که مرا کمک کن تا که پیامبر اسلام مرا قبول کند، اما حضرت عباس گفتند که هر چیزی که پیامبر کرد، یعنی از تو روی گردانید، من از این زیاد به تو چیزی گفتن نمیتوانم. و میگوید نزد حضرت علی رفتم، حضرت علی هم برای من کمک کرده نتوانست
و اینجا میش توانیم بینندگان گرامی درس دیگری که اگر از نفر پیامبر رحمت آزرده می شود، پیامبر خدا آزرده می شود، از اون نفر خدا رنجیده است، از اون نفر تمام بشریت که ایمان آوردند صحابه ها رنجیده می گردند. و میگوید ابو سفیان که چنان دنیا برای من تاریک گشت، چنان دنیا برای من، این دنیای پهناور برای من تنگ گشت که دیگر نمیدانستم که کجا روم و خیلی هم غمگین شدم. بارها میگه کوشش کردم که در روبروی پیامبر گرامی ایستادگی کنم و اسلام مرا قبول کند، اما سرور عالم از من روی میگردانید. تا جایی رسید میگه کار که به همسر خود گفتم که من فرزند خود جعفر رو میگیرم و در صحرای بیرون میشوم و اونجا هر چیزی که بر من شود، خواه مرگ خواه هر چیزی. وقتی این سخن میگه به گوش پیامبر گرامی این خبر رسید، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید دیگر کمی برای اونها لطف کردند، رحمت کردند و میگوید این باره که خارج شد میگوید زیاد برای من سختگیری نکرد، سخت نگاه نکرد. خیلی میگوید خوشحال شدم و خواستم که پیامبر عالم را، لبان او را خنده ببینم به رخساره خود. تا جای میگوید کار به اینجا رسید که روزی که جنگ حنین شد بین مسلمان ها و بین مشرکین که خیلی عددشان زیاد بود و رسول الله شخصا خودشان در این غزوه اشتراک داشتند و میگوید وقت دیدم که خیلی بالای مسلمان ها سخت آمد و به آنها حمله های زیاد شد. در اون ساعت به خود عهد بستم که حالا فرصت شده است، باید من این گناهانی که در این 20 سال انجام دادم جبران کنم و آمدم نزد پیامبر که در پهلوی او ایستاده بود حضرت عباس و می جنگید و در پهلوی پیامبر قرار گرفتم و از پیامبر دفاع کردم. در این حالت میگوید رسول الله به حضرت عباس نگریست و گفت این نفر کی است؟ گفتم که برادر تو ابو سفیان ابن حارث است، فرزند عمک. و در این ساعت رسول الله او را قبول کرد، اسلام او را پذیرفت و برایش دعا کرد که خداوند این گناهانی که در این 20 سال انجامید خداوند بخشیده باشد، ببخشد. و میگوید این سخن رو پیامبر گفت، چنان خوشحال شدم و شروع کردم میگوید بر دفاع از پیامبر و به حمله کردن بر دشمن تا جایی که توانستیم دشمن را یک مقدار از خود دور سازیم و پراکنده سازیم. دوستان گرامی، این درس دیگر که می شود آموخت که کوشش کند هر یک مسلمان که در حیات خود در پهلوی حق قرار بگیرد و از باطل خود را دور کند. و بعد از این با پیامبر خیلی دوستیشان افزود و میگوید که حضرت پیامبر یک روز به حضرت عایشه گفتند که یک نفری که مسجد می آمدن آیا این را میشناسی؟ حضرت عایشه گفتند که نه نمیشناسم. گفت این برادر من است، ببین که از همه اول شده مسجد می آید و از همه آخر از مسجد بیرون می شود و از شرم و حیا تنها نزد بالای پایهای خود را می نگرد و دیگر طرف زیاد نظر نمی کند. و می گوید ابو سفیان ابن حارث که من از روزی که مسلمان شدم دیگر نمی توانستم که رخساره پیامبر گرامی را نظر کنم، زیرا شرم می کردم از اون گناهانی که در گذشته کرده بودم. و می گوید که سبب دیگر که من خیلی دیرتر به اسلام مشرف شدم، تنها حیات خود را در خواندن قرآن، در تهجد، در خواندن احکام قرآن می گذرانید تا زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشتند. و در زمان خلافت حضرت فاروق میگوید ابو سفیان مانند این بود که با مرگ یک عهد و پیمان بسته باشد و میگوید خود رفت قبر خود را به دست خود کند و بعد از 3 روز از دنیا گذشت و وصیتی که برای فرزندان خود کرده بود که این بود که برای من زیاد نگیرید، برای من گریان نشوید، زیرا من بعد از این که مسلمان شدم تنها در ذکر و شکر خدا قرار گرفتم و گناهی از من صادر نشده است. و جنازه او را خلیفه امت، فاروق امت حضرت عمر جنازه او را شخصا خواندند و جمع از اصحاب پیامبر به مرگ ابو سفیان ابن حارث میگوید غمگین شدند و خداوند از ایشان راضی باد و هر یک ما را خداوند توفیق دهد که در زمانی که جوان هستیم در ایام جوانی خود به سوی خداوند بگردیم و طاعت و ذکر خداوند را، و مانند که این نفر خیلی حسرت میخورد که
من دیر کردم که حفظ قرآن کنم و آیات قرآن را بخوانم. تمام عمر خود را در این گذرانید. حالا که ما فرصت داریم، خاصتا جوانان، کتاب خدا را حفظ کنیم و از اون چیزی که در کتاب الهی قرار دارد و خبر باشیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.